ما با همین امکانات کمم تو عرشی حالا ها هم نمیفهمی داریم تو سرچی من هستم بارم تا وقتی پهن بساط حرفم چون کسی واسه کسی نفرستاده کارت دعوم روزی میرسه دشمنم من با من دست میده همه برادر و پشت من حواسم هست دیگه بخونم تا وقتی کشتنم من سازم پس میگه بهرام توی مشتم از سرادم وقتی که مینویسم گوشاتو تیز کن تا بشه وصفه زیر میزم فقط کاغذای باطل هسته که واسه من هرگز اینا باطل نمیشن این یه دیوونگیه خب منم عاقل نمیشم بیا معرفیت کنیم اگه استعداد داری ما که قصه باز داریم آره مثل پاس داریم واسه رپ لعنتی با یه جست خاص کاری کنیم دنیا بشه رپ فارس اعتقاد داریم آره هر سال یک نه 100 قدم بالاتریم هر کار بهتر هست اثر داره همین کلمات ساده آره بهتره با من باشی پس من قبل این که وقتش بگذره با من ناشتی کرد دنبال من پلیس ولی دنبال تن تو نیست من فرق دارم با تو حقایق فاش میشه پس یا بیا زیر من یا از فاصله بگی آهنگ تموم شد واسه میکروفون فاتحه بدی ما با همین دیوار و صامت متحدن پاها محکم دشمن و مضطربن ما با همین دیوار و صامت قدرت جنگ دارم وسط شهرت موزلمن ما با همین دیوار و صامت متحدن پاها محکم دشمن و مضطربن ما با همین دیوار و صامت قدرت جنگ دارم وسط شهرت موزلمن همه سامل جنگ جهانی سومم و وظیفم اینه جلوت قوانین رو له کنم و فکر کنم به دلیل مرگ چگوارا چون که خیلی وقت مخ رضا رفته به دورا با شب تو خوابی من با پیپم ویدو میزنم و شارژ میشم تا بانگی بعد به من شاه میگن چون واسه رپ فارسی خواب دیدم 2 سال دیگه است که ما دنیا رو میگیریم همه بخار میشن و به خبرنگارا جواب میدم سوالی 100 میلیون دلار نقد میشم شغال شب پی شکار و جذب استعداد تو رپ چون با کسی اتحاد دارم که قصه هاش خوبم رضا ذهنش و فکرش به شعره با تشنگی کلمه نمیشه اصلا چون داره علمش و خدا دادی رپ و تئوری عملی بلده انگار نشسته پشت میزش رو صندلی پرنده ما تو راه سخت‌ترین سفر عمرمونیم به غرب و فکر نکنم با وجود ما کس بدوزیم به هم که از بدترین شبکه پخشه با ساعت کیفی کم و قبل و بعدش تبلیغات ویاگرا با چسب زخم واسه کل ایرانی ها همون خالتورا که شاشیدم به کل ویداری ها خواستی خودت اینجا بیا که کنارم برامه همون جراح مغز اطفال 60 ساله ارباب اعصابت هم که منم همون سرباز و دربار رپ یک وطن و دولت قلم از اونم که از اولش داشتم جرأت خطر چون رپ مثل دافع من و من شوهر ما با همین دیوار و صامت متحدن پاها محکم دشمن و مضطربن ما با همین دیوار و صامت قدرت جنگ دارم وسط شهرت موزلمن ما با همین دیوار و صامت متحدن پاها محکم دشمن و مضطربن ما با همین دیوار و صامت قدرت جنگ دارم وسط شهرت موزلمن ما با همین ژورنالیستا خیلی دنبال من نگردین آدرس بسیار سرراسته یک جدول نسل یک فصل یک صفحه یک خط یک اسم اول مایک چک ویلی 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 ریمیکس فاما وضعیتشون ایناست که میرن بیرون هواپیما نشسته لخت میشن شخصیتشون جوریه که هنو 2 روزم نیست رفتن تا دست فش میدن زیر این تجینا کفگیر زدم له و لخت همشونو هفیش زدم نسم مست نمی کردم شیواس و گری گوس عطسه می کردم دیدن حالت بی خود و کل